خدا، دکتر خواجه علیزاده هستم، استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشگاه دندانپزشکی زاهدان. با همکاری واحد ایدیو دانشکده تصمیم داریم دمونستریشن یک سری از مباحث عملی درس پروتز رو برای دانشجوی عزیز ضبط کنیم. هدف هم این هست که دانشجوها با مشاهده و دیدن این ویدیوها قبل از ورود به بخش و قبل از کار عملی روی بیمار که در واقع اولین تجربه عملیشون هست و اولین تجربه کار کردن با بیمار هست، یک کانسپت بهتری داشته باشن، اطلاعات دقیق‌تری داشته باشن و با یه اطلاعات در واقع جامع‌تری بیان و کار عملی رو روی بیمار شروع کنن. چون کار عملی روی بیمار هر اشتباهی که رخ بده دیگه عملا راه برگشتی وجود نداره مثل فانتوم و عملا اون بیمار هست که این وسط بهش آسیب وارد میشه. این نکته رو هم من تو پرانتز عرض کنم که تو رشته پروتز نظرات خیلی متفاوته، کانسپت ها متفاوته، سلایق متفاوته برای کار عملی و این متدی که من اینجا آموزش میدم الزاماً درست ترین متد نیست. یکی از روش هاست، یکی از روش های درست هست. قطعا همکارای دیگه هم روش های مختلفی رو توی کلاس های مختلف آموزش میدن و هر کدومشون در جایگاه خودش درست هست. حالا اون پزشک یا اون دانشجو هر کدومو بر اساس سلیقه خودش، راحتی خودش امتحان میکنه، هر کدوم مناسب خودش بود توی کار عملیش ازش استفاده میکنه. گوتای داخل کاناله یا در واقع آماده سازی داخل کانال. دلیلی که میگم هیچ فرزی به دندون نخوره اینه که اون استاپ در واقع اوکلوزالی که اندودنتیست باهاش اندو کرده به شما طول کار کرد داده به هم میخوره. برای خالی کردن کانال دو حالت وجود داره: یا بیمار با نامه اندودنتیست میاد طول کار کرد بهتون داده که همه چیز راحته، شسته رفته است، یا هم این که مریضی عکس پری اپیکال بعد از اندو داره و نامه در واقع متخصص اندو نداره. تو حالت دوم کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که با یه فایل اندو که رابر استاپ روش داره از لبه انسیزال تو دندون قدامی یا سطح اوکلوزال تو دندون خلفی تا آپکس حدودی با رابر علامت میزنی، میبریم روی در واقع مترمون، هر چی بود 5 میلیمتر کمتر میکنیم. بالفرض طول کار کرد یا اون طولی که با فایل روی گرافی علامت زدی 20 میلیمتره، 5 میلیمتر ازش کم میکنیم میشه 15 میلیمتر. پیزومون رو روی عدد 15 تنظیم میکنیم و گوتای داخل کانال رو خالی میکنیم. نکته‌ای که وجود داره، گرافی که میخوای روش علامت بزنی باید حواست باشه الانگه نشده باشه، شورتنینگ هم نداده باشه، یعنی یه گرافی پری اپیکال موازی باشه که دیگه حالا به مرور هر چی کار کنی قشنگ چشمی مشخصی که آیا این گرافی طول استاندارد داره یا نه. قدم بعدی میخوایم داخل کانال رو خالی کنیم. ما 3 تا پیزو داریم: پیزو شماره 1، پیزو شماره 2، پیزو شماره 3. این پیزوی شماره 3 کلاً کنار گذاشته میشه، یعنی برای ساخت پست توی هیچ دندونی، حتی دندونهای مولر، کاربرد نداره. همه کارمون رو ما با پیزوی شماره 1، پیزوی شماره 2 انجام میدیم. شروعش هم طبیعتاً با پیزوی شماره 1. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو خیلی از دندونا آماده سازی داخل کانال کم انجام شده، در واقع اون حجم گوتای داخل کانال کمه. شما با پیزوی 2 که بری همه گوتا رو خالی میکنی، نوک پیزوی شماره 2 به یکی از دیوارهای کانالت میخوره، همونجا مسیرت گوج میشه و یه دونه لژ ایجاد میشه و هر چی تلاش میکنی، ترای میکنی، میبینی پیزوت پایینتر نمیره، با اینکه گوتا پایین داری یا پیزو پایینتر نمیره. دلیلش اینه که اونجا لژ ایجاد شده با نوک پیزوی شماره 2. پس بنابراین سیف ترین روش اینه که با یه پیزوی شماره 1
طولتو میری، اون مقداری که میخوای رو خالی میکنی. حالا با پیزوی شماره 2 اگر اضافات گوتایی داخل کانال مونده باشه رو خارج میکنی و یه مقداری هم آماده سازی انجام میدی، یعنی فضای داخل کانال رو گشاد میکنی. کتاب تکست میگه دقیقاً این عبارت رو هم ذکر کرده: میزان آماده سازی مناسب داخل کانال فقط گوتا ریموواله، یعنی خارج کردن گوتا، نه اینکه حالا هی بیای پیزو رو بکشی براده سفید از تو دندونت بیاد، یعنی دیواره های عاج داخل کانال رو برداری. یعنی اینکه اون دیواره های عاجی داخل کانال رو داری ضعیف میکنی. تو هر دندونی، قدامی، مولار، پرمولار، پیزوی دومون به طول بره، حالا یکی دو بارم به دیواره ها میکشی، این قطر پستمون کافیه. میزان آماده سازی داخل کانالمون خالیه. ما توی هیچ دندونی اندیکاسیون نداره پیزوی شماره 3 رو استفاده کنی. دلیل چیه؟ دلیل اینه که همزمان که داری پیزوی شماره 3 استفاده میکنی، آج داری از دیواره های داخل کانالت برمیداری، دیواره های ریشت هم داری ضعیف میکنی، ریسک روت فرکچر تو داری بالا میبری. حالا اینا مباحث تئوریکال خیلی گسترده‌ای داره که چه عواملی ریتنشن پستمون رو افزایش میده، که حالا توی این دمونستریشن عملی اون کامل نمی گنجه، ولی اون چیزی که بیشترین در واقع تأثیر رو داره طول پست ریختگی مونه تا قطرش. مطالعات نشون داده قطر پست ریختگی، حالا توی دندونای آزمایشگاهی اینو امتحانش کردن، هی قطر رو افزایش دادن، پیزوی شماره 2 پیزوی شماره 3 دیدن افزایش معنیداری تو گیر و ریتنشن پست ایجاد نشده، در صورتی که هرچی طول پست رو افزایش دادن دیدن این در واقع افزایش ریتنشن معنی داره. پس آماده سازی رو با پیزوی شماره 1 و در نهایت پیزوی شماره 2 انجام میدیم. خب رابرمون رو تنظیم کردیم، با پیزوی شماره 1 میریم داخل کانال. پیزوی شماره 1 مون به طول رفت. پیزوی شماره 2 هم به طول رفت. حالا استاپ‌های ورتیکالیمون رو اگر بخوایم تراش بدیم دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. فقط این نکته باید مد نظرتون باشه: میزان آماده سازی تو دندونای مختلف متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اون قطر پستی که ما توی سانترال فک پایین داریم طبیعتاً توی مولار فک بالا و پایین نخواهیم داشت. میزان آماده سازی خیلی کمتر خواهد بود. چرا؟ دلیلش هم اینه که ضخامت دیواره های عاجی سانترال فک پایین قاعدتاً به اندازه مولر فک بالا نخواهد بود. توی اونا میتونیم مقدار آماده سازی رو یه مقدار بیشتر کنیم، قطر پست اون افزایش بدیم. تو سانترال فک پایین طبیعتاً یه دور پیزوی 2 به طول بره برداری کافیه. توی مولار یا پرمولار میتونی یه مقداری 2-3 بار پیزوی شماره 2 رو به دیواره ها بکشی، کانالتو گشادتر کنی، آماده سازی تو بیشتر کنی. حالا دندونمون در واقع آماده سازی فضای پستش، آماده سازی داخل کانال انجام شده. مرحله دوم آماده سازی های نسج کرونالشه، پریپریشن های نسج کرونالش.
ما فرض رو بر این میگیریم که این دندون یه دندون سالم و دست نخورده است. همتون قاعدتا توی فانتوم رو دندونای پلاستیکی دنتیک تراش دادین، تراشای فول کاورج. فرض رو بر این میگیریم یه دندون دست نخورده است. شروع میکنیم دور تا دور یه فینیش لاین چمفر انداختن. حالا اینجا چون در واقع دندونمون تکی هست، قاعدتا چیزی به عنوان باز کردن کانتکت نداریم. داخل دهان قدم اول میشه باز کردن کانتکت با فرز نیدل. اون کانتکت رو باید کامل باز کنیم. قدم دوم انداختن یه فینیش لاین چمفر 360 درجه دور تا دور. قدم سوم هم ریداکشن های اوکلوزالی، یعنی سطح اوکلوزال رو کامل 3 میلیمتر میبریم پایین. دوباره مجدد ارزیابی میکنیم. اگر دیواره آن ساپورتی، سطح شیبداری، لبه تیزی وجود داشت، اونها رو هم اصلاح میکنیم. حالا تراشامون رو با چه فرزی بدیم؟ ببینید همه این 4 تا فرز چمفرن، همشون هم برای ما فینیش لاین چمفر رو میندازن. ولی چرا شرکت اینا رو با قطرهای مختلف زده؟ طبیعتا یه دلیلی پشتش بوده دیگه، وگرنه یه فرز منفرد میزد میگفت همه دندونا رو با همین فرز فینیش لاین بندازیم. دلیلش محل استفاده این فرزاست، یعنی هر کدوم از این فرزا برای یه جای اندیکاسیون داره. این فرز چمفر شماره 8، فرزای شماره 10، فرزای فیشور کوتاه شماره 8 و 10 و احتمالاً تو ترمیم استفاده کردین. سطح اوکلوزال رو با اونا شیاراشو باز میکنین. قطرش مشابه همونه، نوک برندش فقط به جای در واقع کات اند چمفر هست. فرز چمفر شماره 10 کوتاه کجا استفاده میشه؟ برای خلفیا، دندونه 6 و 7 که مریض دهانش خیلی باز نمیشه. فرز چمفر شماره 12 و فرز چمفر شماره 14. هر کدوم از اینا برای یه جای استفاده میشه. طبیعتا یه سانترال پایین رو بخوای تراش بدی باید از این فرز استفاده کنی، از باریکترین فرز. با این فرز بخوای تراش بدی هم دیوارهای دندون کناری تو میزنی نابود میکنی و هم مقدار ریتنشنت خیلی زیاد میشه. اون پست یا در واقع اون کری که برات باقی میمونه یه کر خیلی نازک و در واقع ضعیف خواهد بود. سانترالای بالا پرمولرا رو میخوای استفاده کنی، از شماره 12 میتونی استفاده کنی. شماره 14 کجا کاربرد داره؟ خیلی کم. برای پروگزیمالا که اصلا استفاده نمیشه چون میزنه دندون کناری رو زخمی میکنه. برای مولرای فک بالا و پایین توی باکال لینگوالش میتونی استفاده کنی، چون در واقع کاسبای خیلی حجیم داره، دیوارهای خیلی حجیم داره. توی باکال لینگوالش میتونی از این فرز استفاده کنی، زودتر برمیداره، تراشت یه مقداری زودتر میشه. ولی تو پروگزیمال اصلا اینو نمیتونی ببری. تو پروگزیمال باید بیای از فرزای شماره 12 استفاده کنی. پس اینو مد نظرتون داشته باشین، با یه فرز واحد نمیتونی همه دندونا رو تراش بدی. کاری که شما تو بخش میکنین، یه دونه فرز چمفر داری، با همون راه میفتی میای تو بخش، میخوای همه دندونا با اون در واقع تراشش انجام بشه که عملا شدنی نیست. میخوایم بریم بگیرین، شما باید به فروشنده بگی چه فرزی میخوام، نه اینکه اون بهتون غالب کنه، اون بگه برای این کار مناسبه. فرز شماره 10 شو میگیری، 12 شو میگیری و 14 شو میگیری. هر کدوم از اینا برای یه جایی استفاده میشه. خب من یه نکته دیگر هم اضافه کنم به قسمت خالی کردن گوتای داخل کانال. خیلی از وقتا پیزوی شماره 1 رو به طول میبری و حتی 2 رو هم به طول میبری، میری عکس میگیری، میبینی به اون مقدار مد نظرت کانال خالی نشده یا اون طول مورد نظرتو کانال خالی نکردی. دلیل چیه؟ دلیل اینه که احتمالاً اون آماده سازی داخل کانال خیلی زیاد انجام شده، یعنی اون اندودنتیستمون آماده سازی داخل کانال خیلی زیاد انجام داده
و یا تو دیواره باکال یا تو دیواره لینگوال هنوز گوتا باقی مونده. شما به طول رفتی ولی عکس میگیری میبینی اون مقدار خالی نشده. با نوک سون چک میکنی یا تو باکال احتمالاً مونده یا تو لینگوال. خیلی آروم با احتیاط اونا رو برداری، دوباره بری عکس بگیری. در واقع طول کارکرد مناسب تو پیدا میکنی. یه دلیل خیلی نادر هم خواهد داشت که از شانس بعد پرف شده باشه، یعنی رفته باشین توی پریدنشیوم که انشالله برای هیچ کدوممون اتفاق نیفته. خب ما فرض رو بر این میگیریم که این دندون یه دندون سالم و دست نخورده است. شروع میکنیم دور تا دور فینیش لاین چمفر انداختن. طبیعتاً چون دندون تکی هست چیزی به عنوان باز کردن کانتکت هم اینجا نداریم. دندونتون مال فانتوم اندو بوده، خیلی خشک و شکننده شده ولی مجبوریم رو همینا ادامه بدیم دیگه. این دیواره جینجیوالی که پوسیدگی داشتیم چی کار میکنیم؟ کف جینجیوال اون رو هم خیلی آروم با فرز چمفر یه فینیش لاین ریز میندازیم. قدم بعدی ریداکشن سطح اوکلوزال هست. تو این مرحله نگه داریم یکم. ریداکشن سطح اوکلوزالمون رو برای ساخت پست پترن چقدر انجام بدیم؟ قرار روی این پست پترن یا یک کرون پی اف ام بیاد یا یک کرون زیرکونیا بیاد. در هر صورت سطح اوکلوزالمون باید 2 میلیمتر ریداکشن داشته باشیم برای اون ماده رستوراتیومون. حالا تو ساخت پست یک اصطلاحی وجود داره به نام ورتیکال استاپ. یعنی چی؟ یعنی اون پستی که میخوای بسازی دور تا دور 360 درجه در واقع سطح اوکلوزالی اون آماده سازی دندونمون رو بپوشونه، یعنی کامل اصطلاح عامیانه بره بشینه روی سطح دندون. دلیلش هم اینه که ما میخوایم نیروهای وژینگ رو کاهش بدیم. شما در نظر بگیرید این پستی که میخواد ساخته بشه تو واقعیت داخل ریشه دندون مثل یه چاقو عمل میکنه. شما یه چاقو رو در نظر بگیرین، اینو عمودی که داخل یه کیک فرو کنی طبیعتا قشنگ فرو میره و به 2 قسمت تقسیمش میکنه. حالا این چاقو رو به بدنه بخوابون، رو لبش نذاری، به بدنه بذاری طبیعتا فشار میدی اون برشه اتفاق نمیافته.
توی ساخت پست هم همینه. ما میخوایم اون نیروی وجینگ رو از روی سطح ریشه برداریم. کاری که میکنیم کل سطح در واقع پستمون رو تو مرحله اول آکریل دوراله مونه، تو مرحله بعدی پست فلزی که رفته کاستینگ شده اومده، میخوایم روی سطح دندون رو بپوشونه تا یه استاپ ورتیکال برامون ایجاد کنه. دیگه عملا اون نقش چاقو داخل ریشه دندون رو نداشته باشه. من یه دونه نمونه هم اینجا ساختم خودم، پستی که ورتیکال استاپ نداره. اگه ببینید اینجا دیوارهای طبیعی خود دندونه، اینجاها پست ریختگی مونه. چه اتفاقی میفته توی فانکشن؟ این نیروها میره و به ریشه های دندون منتقل میشه و ریسک روت فرکچر رو خیلی میبره بالا. خیلی از در واقع بچه ها هم که بهشون میگه کوتاه کن، میگه استاد حیف نیست دیواره دندون نمیدونم ریتنشن به همون نمیده. نه، این دیواره واقعا تو واقعیت چیزی که برامون کاربرد داره توی فرولی که میخواد به همون بده این 2 میلیمتر جینجیوالشه، 3 میلیمتر جینجیوالشه. اینجاست که میاد در واقع اون روکشه دور نسج طبیعی دندون رو بریس میکنه مثل یک کمربند و در واقع مانع کنده شدن و در اومدن پستمون میشه. پس بنابراین همه این ارتفاع به همون کمک نخواهد کرد. این 2 میلیمتر انتهاییشه. پس بنابراین ریداکشنمون رو بیشتر انجام میدیم، این آکریل دوراله و پستمون بیاد دور تا دور روی سطح دندون رو بپوشونه، یه ورتیکال استاپ برامون ایجاد کنه و ریسک روت فرکچرمون رو کمتر کنه. علی‌رغم اینکه این دیوارهای دندونی دیوارهای سالمی هستند، دیوارهای ضخیمی هستند، ولی اینجا نباید خست به خرج بدیم، اینجا نباید حیفمون بیاد. اون چیزی که در نهایت این ریداکشنه بهمون میده خیلی ارزش بیشتری داره تا اینکه بخوای اون رو نگهش داری و کوتاهش نکنی. ما ریداکشن اوکلوزالیمون رو انجام دادیم، یه مقداری باید صافش کنیم. کار بعدی که میکنی آندرکات های داخل پالپ چمبرتون همه رو باید بگیری. حالا توی پرمولرها کمتر، توی مولرها خیلی شایع آندرکات داخل پالپ چمبر. اگر ازش غافل بشی اتفاقی که میفته اینه که پترن تو میسازی تا زمانی که حالت خمیری هست و رابری هست، پلاستیکی هست، میذاری و بر میداری. زمانی که این پترنت کامل ست بشه به حالت ریجید در بیاد، داخل کانال، داخل پالپ چمبر دندونت لاک میشه و هیچ جوره در نخواهد آمد. باید همه‌شو بشینی از اول تراش بدی، همه‌شو برداری تا بتونی اون پترن از تو دندون خارج کنی. پس بنابراین تو مرحله بعدی آندرکات‌های داخل پالپ چمبر رو برمیداری. چجوری میفهمی آندرکات داری یا نداری؟ از بالا که نگاه میکنی دور تا دور دیوارهای داخل در واقع دندون تو باید ببینی. هر دیواره‌ای که از نظرت محو بود نتونستی ببینیش یعنی اونجا آندرکات داری. با سندم به دیوارها بکشی قشنگ مشخصه، هر جا سند گیر کرد نشون دهنده این آندرکات داری. نکته بعدی اینه که توی این آماده سازی نسج کورونالی که انجام میدی هیچ سطح شیبداری نباید داشته باشی، چون ما میخوایم در واقع همه نیروها رو ببریم به سمت نیروهای کامپرسیو، نیروهای فشاری. سطح شیبدار نیروی ما رو از حالت کامپرسیو به نیروی شیر تبدیل میکنه که اون هم برای دیوارهای دندون اصلا مناسب نیست. الان ما اینجا یه سطح شیبدار داریم، اینجا هم یه سطح شیبدار داریم. کاری که میکنیم اینه که با یه فلز بیشور یه مقداری تراش میدیم و اینجا یه زاویه 90 درجه ایجاد میکنیم. اینجا هم همینطور. این پله افقی که ما اینجا ایجاد کردیم باعث میشه نیروها
به نیروهای فشاری تبدیل بشه، نیروی کامپرسیو بشه که برای دندون خیلی مخرب نیست. مسئله بعدی اینه که فینیش لاین تو دور تا دور تراش دادی، یکی از دیوارهات ضخامتش کم شده، یعنی ضخامتش کمتر از ارتفاعشه، بهش میگن دیواره آن ساپورت. کاری که باید انجام بدی، باید اینو کوتاه کنی تا به یه ضخامت تقریبا 2 میلیمتر برسه. هر ارتفاعی برای ما الزاماً کمک کننده نیست. ارتفاعی کمک کننده است که در کنارش ضخامت هم داشته باشه که تو نیروها، توی فانکشن اون لبه دچار شکستگی نشه. نکته بعدی اینه که همون مرحله اول که داری تراش دندون رو میدی، آماده سازی نسج کرونال رو انجام میدی، آماده سازی باید کامل باشه. اون فینیش لاینی که میخوای بندازی فینیش لاین درست حسابی باشه، قشنگ عمق داشته باشه. فکر کن الان میخوای دیگه از دندون قالب بگیری. دلیل چیه؟ دلیل اینه که شما مثلا این دیواره رو آماده سازیشو کم انجام دادی، یه فینیش لاین خیلی نازک الکی انداختی. پترن تو میسازی، پترن رو هم تراش میدی، به موازات این دیواره ایجاد میکنی، این میره تبدیل به فلز میشه. حالا داخل دندون سمان کردی، میخوای قالب بگیری، میبینی که این آماده سازی کمه، ریداکشن باکالت مثلا کمه، ریداکشن پروگزیمالت کمه. حالا باید بشینی 1 ساعت این فرز رو تراش بدی، فلز رو تراش بدی. هم فرزت خراب میشه، هم وقتت گرفته میشه بالا سر مریض، هم مریضت کلافه خواهد شد. پس بنابراین تو هم مرحله اول آماده سازی درست انجام بشه، پترنت هم درست میسازی دیگه. تو مرحله بعدی لازم نیست فلز زیادی رو برداری تراش بدی، در حد دیگه یه دور مارژینات رو فرش کنی، میری به سمت نخگذاری و قالب گیری. حالا این دیواره من الان به عنوان مثال آماده سازیش کمه، چون این دندون رو خیلی خشک هستن، خیلی با احتیاط تراششون میدم که کلن از هم نپاشه. یه مقدار دیگه هم ارتفاع رو کمتر میکنیم. خب آماده سازی نسج کرونالمون تموم شد، میریم برای ساخت پست پترنمون. حالا کجاها رو وازلین بزنیم؟ نسج کرونال رو که قطعا باید بزنی، داخل پالپ چمبرتو کامل باید بزنی. خیلی از بچه ها سوال میکنن داخل کانال رو هم لازمه وازلین بزنیم یا نه. تو محیط دهان که داری با توربین کار میکنی و توربینت آب داره، داخل کانال لازم نیست. شما پوار هوا رو که میگیری، هر کارم کنی داخل کانال با پوار هوا خشک نمیشه، اونجا فقط با پیپر کون خشک میشه. پس بنابراین اون مقدار رطوبتی که داخل کانالت وجود داره مانع از این میشه که آکریلت داخل کانال بچسبه. فقط داخل پالپ چمبر، دیوارهای بیرونی و دیوارهای مزیال دیستال دندونای دو طرف، این محیط رو کامل باید وازلین بزنی. حالا ما چون اینجا بدون آب داریم کار میکنیم، طبیعتا داخل کانال رو باید وازلین بزنم.
بعد از اینکه وازلین زدیم یه پوار خیلی لایت میگیریم این حجم وازلینه کمتر بشه و ادامه میدیم برای ساخت پستمون. خب ما چقدر آکریل بریزیم؟ این مایه رو برای من نگه میداری هر وقت گفتم بریزی. ببینید بچه ها، برای ساخت یه دندون پرمولر تقریبا اینقدر نیاز نیست این گوده رو پر آکریل کنیم، هم خودتون کلافه میشین هم ماده اصراف میشه. یه همچین حجم کافیه. حالا چقدر مایه بریزیم؟ منی هم که سالها کار کردم هنوزم هندل کردن این آکریل دورالی و به دست آوردن یه غلظت درستش برام کار سختیه، ولی خب هر چقدر کار کنین کم کم دستتون میاد. کاری که میکنین اینه که این آکریلتون رو پخش میکنین، مثل کاری که این بناها میکنن، سیمانا رو به اطراف میبرن، از وسط شروع میکنین مایه انداختن. این مایه هی خودشو میکشه میره به اطراف تا زمان که کلا دورش کامل خیس شد دیگه کافیه اون مقدار. حالا که هم میزنی این یه غلظت نرماله، نه خیلی غلیظه نه خیلی رقیقه. اون اولش زمانی که میگیری بالا باید این آکریلت بیفته پایین. توی این حجم که باشه آماده است که بذاری داخل دندونت. آکریلتو میذاری داخل دندون و با لنتولو اینو میزنی تو بغل. اون آکریل مایه رو پوش میکنی بره داخل کانال. حالا پینجتت رو هم یه مقداری به این در واقع مایه آکریلی که آماده کردی آغشته میکنی و مینشونی داخل کاناله. مایه بنداز. خب این مایه ببین بنداز تا زمانی که بهش مایه اضافه کنی به ورکینگ تایم میده، زمان کار کرد میده. یکی دیگه بهش مایه اضافه میکنی هم میزنی دوباره غلظتش رقیق تر میشه. میاری دور دندونت اضافه میکنی، انگار میخوای کامپوزیت کار کنی. با اسپاتول هی آروم آروم دورش اضافه میکنی تا تقریبا به اون حجم دلخواهت برسه. خب حالا زمانی که با اسپاتول خشک بچه ها به این مایه در واقع به این آکریل دورالی که گذاشتید تماس پیدا کنی، این آکریل بهش میچسبه. کاری که میکنیم خیلی کم روی این لبه اسپاتولمون مونومر اضافه میکنیم و دور تا دورش قرار میدیم. یک کم اینو در واقع خیس میکنیمش، باعث میشه که اسپاتولمون به اون آکریل نچسبه. حالا گفتم انگار داری کامپوزیت کار میکنی. با اسپاتول میای دور تا دور اون کورتو، آناتومیشو دیگه یه چیزی تو ذهنت حدودی میدونی، یه دندون پرمولر تراش خورده چجوری باید باشه، میای حدودی اینا رو فرم میدی. توی دهان که دو طرفش دندون داری اینجا رو هی اسپاتول قرار میدی، اون تماس بین دندونیشو با اسپاتول باز میکنی. آکریلایی که رفته توی امبراژور جینجیوال دندون کناری اونا رو برمیداری. هدف اینه که تا یه حدودی شکل اون کورمون رو فرم بدیم
که تو مرحله بعدی تراش کمتری نیاز باشه. این تقریبا برای دندون پرمولر الان مناسبه. یه مقداری صبر میکنیم آکریل خودشو بگیره، رهاش نمی کنیم بریم 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه بیایم، اون موقع دیگه داخل دهان لاک شده و در نمیاد. 1 دقیقه که گذشت آروم آروم حرکت رفت و برگشتی انجام میدیم که اگر داخل کانال آندرکاتی چیزی وجود داشته باشه اون آندرکات حذف بشه. در همین حد حالا تا دوستتون آب جوش میاره من این نکته رو بهتون توضیح بدم. این مایحه تا یه تایمی بهتون اجازه کار میده، خیلی استرسی نشین هی پاک کنین دوباره آکریل بریزین. این تا یه حدی هم که سفت شد، مثلا به این قوام هم که رسید، باز روش یه دونه مایع مونومر بندازی. الان این کار میکنم، ببین الان تو حالت خمیری که رسید یعنی آکریل داره ست میشه. خب ولی بازم تو این مرحله هم حتی لازم نیست پاک کنی گوده تو یکی دیگه بذاری، یه قطره مایع روش میندازی، اینو هم میزنی، دوباره نرم شد. حالا مثلا یه گوشه از دندونت نگاه کردید کم داره، مثلا اینجا حالا کم نداره ولی من میذارم شما ببینید. اینجا رو دوباره اضافه میکنی تا یه تایمی اجازه کار بهتون میده. خب این پترن تو از روی دندون بر میداری، یه مقدار میذاری داخل آب جوش ست بشه. کلا نمیندازیش تو آب جوش چون یه شوک حرارتی بهش وارد میشه و تاب برمیداره دیگه نمیشینه. یه مقدار میذاری داخل آب جوش ست بشه، دوباره میاری رو دندون مینشونیش، دوباره برش میداری میذاری تو آب جوش ست میشه، باز دوباره رو دندون مینشونیش. همزمان من ریلیفش هم میکنم، هی بالا پایین میکنم که آندرکات چیزی اگه داره حذف بشه. دوباره گذاشتیمش تو آب جوش، حالا دیگه از یه حدی سفت‌تر شد، برش میدارم نگه میدارم تا ستینگ نهاییش انجام بشه. الان یکم سخت میشینه، یکی از دیواره های پستم یه مقداری آندرکات داره، میبینین راحت گذاشته و برداشته نمیشه که حالا اینا تو مرحله بعدی میشه حذفش کنیم. الان تقریبا ساخت پترنمون تموم شد. یک اصطلاحی تو کتاب وجود داره به نام ریلاین کردن پست آکریلی که استفاده میشه. ریلاین یعنی چی اصلا؟ یعنی یه لایه مجدد بدی، هم میتونی به دستندون در واقع این لایه رو بدی بهش میگن ریلاین دنچر، هم میتونی به پترن آکریلی بدی. مثلا اگر که
اینجا مشخص باشه آکریل من اینجا رو کامل نرفته، کامل اینجا فیت نیست، یا اینکه پترن تو ساختی داخل کانال لوزه، تکون میخوره، یعنی اینجوری با دست تکون میدی این پترن هم تکون میخوره، یا اینکه داری تراش میدی این پترن هی از داخل کانال پرت میشه بیرون. اینا همه نشونه اینه که پترنت فیتنس خوبی با داخل کانال نداره. کاری که میکنیم اینه که یه دور ریلاینش میکنیم. حالا اون گپه اگر توی در واقع محیط بیرونی باشه یه مقداری در واقع آکریل شل درست میکنی، اینجا میذاری این گپ پر میشه. اگه مربوط به قسمت‌های داخل کانالت باشه، یعنی این پینجته داخل کانالت خوب ثبت نکرده باشه، کاری که انجام میدی داخل کانال توی کم وازلین میزنی، این پترنت هم باید خشک باشه. یه مقداری خیلی کم آکریل نازک و رقیق درست میکنی، دور تا دورش میذاری و پترنتو میشونی سر جاش. فقط باید حواست باشه اون آکریلی که درست میکنی باید خیلی رقیق باشه. اون اگر فیلم تیکنس داشته باشه، حجم داشته باشه، باعث میشه پستت بالا وایسته. پس بنابراین آکریلی که درست میکنی باید رقیق باشه. میشونی سر جاش، اجازه میدی ست بشه و طبیعتا پستت کامل با فضای داخل کانالت منطبق خواهد بود. مسئله بعدی اینه که پترنتو ساختی، تراشت هم دادی، حالا نیازی یه جایشو قسمت‌های کرونالش رو اضاف کنی، مثلا ارتفاعش رو یکم زیاد کنی، مثلا دیوارهای آگزیالش رو اضاف کنی. کاری که انجام میدی اینه که اون در واقع پترنتو خشک میکنی. این خشک باشه، آکریل رو بهش اضاف کنی میچسبه. پس بنابراین مونومر زدن مجدد به این لزومی نداره. این فقط خشک باشه، آکریلای بعدی جدیدی که درست کردی میتونی بهش اضاف کنی. حالا من اینجا یه پرانتز باز کنم. روش‌های مختلفی برای ساخت پست وجود داره. یه روشش که احتمالاً خیلیاتونم توی ویدیوها و جای مختلف دیدین، روش قلموه. یعنی یه در واقع میکروبراش یا قلمو رو میزنه داخل مونومر، میذاره روی پودر و کنار پینجت قرار میده. این کار انجام میده، خورد این در واقع کره شکل میگیره. روش دوم اینه که خیلیاتون هم دیدم تو بخش انجام میدین، آکریل دور این پینجت قرار میدن، با دست فرمش میدن، مینشونن داخل کانال. این هم یه روشه. حالا روشی که ما از اساتیدمون یاد گرفتیم و به تجربه استفاده کردیم و دیدیم روش خوبی هست، روش لنتولوه. دیدیم من یه مقداری آکریل در واقع گذاشتم داخل پالپ چمبر، با لنتولو اینو پوش کردم رفت داخل کانال، همه جزئیات داخل کانال، همه آناتومی داخل کانال رو ثبت کرد. میبینید داخل پستم هم شکل کانال مشخصه. بعد یه مقداری هم پینجتم آغشته کردم با آکریل و گذاشتم سر جاش. این شکل گرفت. تو مرحله بعدی هم خیلی خورد کوچولو دورش آکریل اضافه کردم، فرم دادم تا این کره شکل گرفت. حالا این پینجته تقریبا میشه گفت ریتنشن خوبی داره. من تکون میدم داخل کانال بازی نمیکنه. به همین دلیل من تو این سالها روش لنتولو رو استفاده کردم، مشکلی باهاش نداشتم و در واقع ازش راضی بودم. ریلاین رو هم بهتون گفتم و بریم برای تراش نهاییش. خب برای تراش نهایی پست پترنمون اینو من بهتون بگم، این دسته رو تا وقتی که مطمئن باشی آکریل این پترن تو میتونی راحت بذاری برداری، نباید قطعش کنی، چون اینو قطع کنی دیگه یکم کار سخت میشه. حالا این دسته ها هم قطع کردی، پستت هم تراش داری، به هر دلیل اگر دیدی بازم لاک شده، با یه سوزنگیر دو طرفشو میگیری میکشی بیرون و این در میاد. و ترجیحاً این دسته تا زمانی که قشنگ
پستتو بتونی بذاری و برداری، قطعش نکنی بهتره. اولین قدم تراش سطح اوکلوزال. تراش اوکلوزالی هم که میدیم انگار داری دندون نهایی رو تراش میدی. با تراش آناتومیک باشه، دو سطحی باشه. اول از همه که اون ریداکشن کافی رو ایجاد میکنی، انقدر میتراشی تا مریض که میگی ببند 2 میلیمتر اونجا فضا داشته باشی. الان این در واقع ارتفاع یه مقداری زیاد از حده. بعد اینجا چون خشکم داریم کار میکنیم، زمانی که فرزو میذاری یه حجم زیادی از آکریل رو برمیداره. داخل دهان که آب هست کنترلش راحت تره براتون. ببینید من فرز فیشورم و یه مقداری زاویه میدم به سمت مرکز دندون که اون شیار سنترال رو برام ایجاد کنه. یه بار دیگه هم از سمت باکال میذارمش. حالا نسبتا اون تراش دو سطحی که خواستیم ایجاد شد. فقط در همین حد بدونیم که سطح اوکلوزال رو نباید تخت بتراشی. با تراش دو سطحی بدی. حالا مریضمون بسته، داخل دهانش چک کردیم، 2 میلیمتر ریداکشن کافی رو داریم. قدم بعدی اینه که تراش آگزیالمون رو بدیم. خب ریداکشن اوکلوزال رو انجام دادیم. الان بیمارمون زمانی که تو اوکلوژن میبنده با دندون فک مقابلش یه فضای 2 میلیمتری داریم. حالا میریم سراغ تراش آگزیال. همزمان که تراشمون رو میدیم حواسمون باید باشه دستمون هم یه جوری بگیریم که اون تیپر 6 درجه به سمت اوکلوزال هم ایجاد بشه. اینجوری بگیریم طبیعتاً تو تراشمون آندرکات ایجاد میشه.
راهنمای تراش ما برای تراش آکریل این دیوارهای دندونیه. تراش رو باید انقدر انجام بدیم تا این در واقع دیوارهای آکریلی موازی دیوارهای دندونی بشه. اگر آکریل بیرون زده تر از دیوارهای دندونیه یا اومده روی دیوار دندونی قرار گرفته، نشونه اینه که اونجا حجمش زیاده، اوور کانتوره. باید ببریم داخل تا به موازات دیوارهای دندونی قرار بگیره. دلیلی که گفتیم توی آماده سازی انساژ کرونال باید تراشمون رو تقریباً به اندازه تراش نهایی بدیم همینه. حالا شما فرض کنین زمانی که میخوای آماده سازی انساژ کرونال رو انجام بدی، اینجا عمق فینیش لاینت کمتر باشه. طبیعتاً به موازات همون حجم فلزت هم بیشتر خواهد بود. حالا تو جلسه بعد که میخوای پستتو سمان کردی و در واقع تراش فاینالتو بدی، هی مجبور اینجا فلز بتراشی، هم فرزت کن میشه، هم وقت بیشتری بالا سر مریض هدر میره. حالا الان که آماده سازی درست انجام شده، جلسه آینده که پستو سمان میکنی تراش آگزیال زیادی نیاز نداری، فقط در حدی که یه دور فینیش لاینا رو فرش کنی ببری زیر لثه، کارت تمومه، میتونی نخ گذاری کنی. این تقریبا تراش تمام شدهمون هست. یه دونه بول کاسپ فانکشنال هم براش میندازیم. تراش آن سطح اوکلوزالمون هم 2 سطحی هست. یه تیپر تقریبا 6 درجه هم به سمت اوکلوزال داره. این میشه پترن نهاییمون که در واقع میره برای کستینگ. اینجا رو اگر نگاه کنید، من زمانی که میشونم یه فلشای خیلی باریکی اینجا هنوز هم روی دیواره دندونی اومده که اینا رو بعد از این که تبدیل به فلز شد، کستینگ شد، اینها رو هم میتونیم حذفش کنیم. خب این پست تقریبا تمام شده است و میفرستیمش برای کستینگ. همینجور که میبینید ما اینجا یه گپ توی در واقع محل تماس پترن آکریلیمون با دیوارهای دندونی داریم که این پترن رو میخوایم الان ریلاینش کنیم. کاری که باید انجام بدیم اینه که اول کل فال چمبرمون رو آغشته به وازلین کنیم مجدد، چون اون وازلینی که قبل از ساخت پترن زدی توی تراش و در واقع آبی که توربین پاشیده برداشته شده. یه بار هوا میزنیم که ضخامت اون وازلینه کمتر بشه و این حجم آکریلیه که ما نیاز داریم. اینقدر کم اصلا لزومی نداره این گوده تا بالای بالا پر بشه. و با یه همچین قوامی باید سعی کنیم قوامش یه مقداری رقیق باشه که بره داخل اون در واقع شیا رو کامل پر کنه. اگه غلیظ باشه، آکریل غلیظ باشه، طبیعتا سر جاش باقی میمونه. خب اینو بزن کج میگیری برام اینجا نازک باشه. کاری که ما انجام میدیم داخل این شیار رو یه مقداری میذاریم آکریل و اجازه میدیم ست بشه. خب خیلی آروم پستمون رو سعی میکنیم بلند کنیم. یکی دو بار
ریلیف انجام میدیم. ببینیم این آکریل جدیدی که اضافه کردیم چسبیده به آکریل‌های قبلی. اجازه میدیم یه مقداری ستینگش بیشتر بشه، یه 30 ثانیه، و بعد به آب جوش منتقلش کنیم. این اون در واقع نواحیه که به آکریلمون اضافه شد و اون شیا رو پر کرد. حالا داخل آب جوش قرارش میدیم، ستینگش کامل بشه که بتونیم تراشش رو بگیریم. باز هی بین مراحل میشونیمش روی دندون که مطمئن باشیم پستمون سر جاش میشینه. دوباره میشونیمش روی دندون. خب چک میکنیم زمانی که با سون میزنیم قشنگ سفت شده و آماده تراش هست. کاری که الان انجام میدیم فقط اون اضافات رو برمیداریم که آکریله بیاد دوباره به موازات دیواره های دندونی قرار بگیره. این اون ناحیه گپمون بود که همونجوری که مشاهده میکنین الان کامل پر شده و مارژینامون فیت هست. این هم پترن آکریلیمون که آماده است و میره برای کستینگ. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با جلسه سمان کردن پست ریختگی در خدمتتون هستم. ما پستمون رو دادیم لابراتوار، کستینگ شده و حالا میخوایم این پست رو روی دندون بنشونیم و سمانش کنیم و ادامه مراحل اصلاح تراش و قالبگیری. من فقط یه در واقع پرانتز کوچیک باز کنم قبل از دمونستریشن راجع به در واقع ساکسس ریت پستای ریختگی. حالا انشالله وارد در واقع دوره پرکتیستون بشین، دوره کاریتون بشین، از خیلی از همکارا مخصوصا همکارای قدیمی تر میشنوین که پستای ریختگی پستایی هستن که ریشه رو میشکنن، در واقع بایو کامپتیبل نیستن، برای ساختار نسجی دندون خیلی مضر هستن، نمیدونم درمان خوبی نیست، سمتش نرین، از اینا استفاده نکنین. خیلی ها الان در واقع فایبر پستا رو پیشنهاد میدن. میخوایم ببینیم واقعا اون حد اندیکاسیون هر کدومشون کجاست، کدومش برای در واقع چه کیسای کاربرد داره و آیا در واقع این مضراتی که برای پست ریختگی میگن
در بالین مریض هم همین اتفاق میفته یا نه؟ پست ریختگی علیرغم این که یه ریتنشن خوب بهمون میده، یک ریسکی هم که وجود داره، ریسک روت فرکچره. یعنی اینا دوتا لبه یه چاقو هستن. همزمان که در واقع ریتنشنمون رو میبره بالا، ممکنه که ریسک روت فرکچر رو هم ببره بالا. منتها هر پست ریختگی الزاماً روت فرکچر به ما نمیده. یه سری گایدلاین وجود داره، یه سری نکات وجود داره که اینا رعایت بشن طبیعتاً پست ریختگی روت فرکچر نمیده. و این درمان اگر درمان نامناسبی بود، اگر در واقع شانس موفقیتش کم بود، این همه سالیان متمادی کلینیسیانا ازش استفاده نمی کردن و از دوره های ادوار خیلی گذشته تا الان این درمان ادامه پیدا نمی کرد. چند تا فاکتور وجود داره که اینا رو اگر رعایت کنی ریسک روت فرکچر خیلی کاهش پیدا میکنه. اولین مورد ضخامت دیوارهای کانال هست. ما کانالمون رو چقدر پرپ کنیم؟ فیزو 1 بریم، 2 بریم، 3 بریم. برای دندون سانترال پایین هم یه اندازه پرپ کنیم، برای پرمولر بالا هم یه اندازه پرپ کنیم. پیزویی که ما برای ساخت در واقع برای خالی کردن گوتامون استفاده میکنیم فقط و فقط پیزوی شماره 1 و 2 هست. برای هیچ دندونی، حتی دندون مولار بالا، نیازی به استفاده از پیزوی شماره 3 وجود نداره. دلیلش هم اینه که دیوارهای کانال رو نازک میکنه. یعنی یک در واقع جنبه اینی که شانس روت فرکچر رو بیاریم پایین اینه که ضخامت دیوارهای عاجی داخل کانالمون ضخامت‌های مناسب باشن. ابتدا با پیزوی شماره 1 خالی میکنی، با پیزوی شماره 2 هم به طول میری. حالا یه سری از کانالا مثلا مثل پالاتال بالا اجازه پریپریشن بیشتری بهمون میده، مثلا پرمولر بالا اجازه پریپریشن بیشتری بهمون میده. همون پیزوی شماره 2 رو یکی دو بار به دیوارهای کانال میکشی تا در واقع اون فضای پستی که آماده میکنی قطرش بیشتر بشه. نیازی به استفاده از پیزوی شماره 3 نیست. اگر بالفرض سانترال پایین رو با پیزوی شماره 3 پرپ کردید، ضخامت دیوارهای عاجی رو به 1 میلیمتر رسوندی و روت فرکچر اتفاق افتاد، دلیلش اون پست ریختگی نیست، دلیلش پریپریشن زیاده. پس هر فیلری اتفاق بیفته نمیتونیم به پای پست ریختگیمون بذاریم. فاکتور اول اینه که ضخامت دیوارهای عاجیمون مناسب باشه. کانال رو اضافه پرپ نکنیم، اون فضای پستمون رو زیادی گشاد نکنیم. فاکتور دوم سمانی هست که استفاده میکنیم، نوع سمانی هست که استفاده میکنیم. چیزی که به صورت روتین داخل بخش هم شما استفاده میکنین سمان گلاساینومر جی سی هست. سمانی که به صورت روتین توی بخش استفاده میکنین سمان گلاساینومر هست. این سمان خاصیتی که داره بیشتر گپ فیلر هست، یعنی اون فضای بین پست ریختگی و دیواره کانالمون رو فقط سیل میکنه. باند شیمیایی میده، خیلی باند ضعیفی هست. عملا میتونیم از اون باندی که ایجاد میکنه چشم پوشی کنیم. سمان دومی که الان خیلی مرسوم شده و پزشکا استفاده میکنن سمان رزینی هست. سمان رزینی سلف ادهزیو یعنی چی؟ یعنی این سمان نیاز به اچ و باند نداره. همزمان که داخل در واقع مجاور بافت دندون قرار میگیره هم اچ میکنه و هم باندینگ داخل خودش نهفته هست داخل سمان. چیزی که شما خیلی راجع به سمان رزینی در آینده میشنوین اینه که ریتنشن خوبی بهمون میده. این یک مزیتش هست اما تنها مزیتش نیست. یعنی ما فقط و فقط سمان رزینی رو به خاطر ریتنشن خوبش استفاده نمی کنیم. مزیت مهمتری که داره اینه که به دیواره های عاجی داخل ریشه باند میشه و اصطلاحاً این دیواره ها رو کنار هم نگه میداره. شما فکر کنید این دوتا دیواره با یه سمان
گلس آینومر کنار هم قرار بگیرن، عملا باندی اونجا نداریم. اگر نیروی خیلی زیادی به دیوارها وارد بشه احتمال فرکچر وجود داره. حالا فرض کنید این دوتا دیواره به وسیله سمان رزینی در واقع به دیوارهای پست ریختگیمون باند بشن. فکر کنید مثل یه کمربند هست که دور این دیوارهای عاجی ریشه بسته شده و اینا رو کنار هم نگه میداره و باز هم ریسک روت فرکچر رو کاهش میده. این سمان خیلی کاربردش هم سخت نیست، خودش اتومیکسه، یه میکسر داره که سرش قرار میدی، میذاری داخل پالپ چمبرت، با لنتولو پوش میکنی داخل کانال و پستتو میشونی. دقیقاً مشابه سمان گلس آینومره، یعنی هیچ در واقع تریتمنت خاصی هم نداره، اچوباند خاصی هم نداره، منتها ریتنشن خیلی خوب و باند شیمیایی خیلی خوب بهمون میده و باز هم ریسک روت فرکچر رو کاهش میده. عامل سومی که در واقع توی بحث روت فرکچر خیلی نقش ایفا میکنه پسیویتی پستمون هست. پسیویتی یعنی چی؟ یعنی این پست رو که ما میخوایم در واقع داخل دندونمون قرار بدیم، این پست خودش بره راحت بشینه، خودش هم راحت بلند بشه. یعنی ما اینو به زور هولش ندیم، فشار ندیم داخل دندون که بره سر جاش بشینه. هر جا که داری فشار میدی این رو باید در نظر داشته باشین که این پست روی یکی از دیوارهای ریشه تماس پیشرس داره و روی همون دیواره فشار میاره تا ریشه رو از هم بشکونه. پس بنابراین ما هیچ چیزی به عنوان فشار دادن برای نشوندن پست ریختگی نداریم. این باید راحت بشینه، راحت بلند بشه تا در واقع هیچ تماس پیشرسی با دیوارهای ریشه نداشته باشه. یعنی این پست ما که نشست یه فضای یک دست و خیلی باریک در حد 0.4 میکرون، 0.5 میکرون یا نیم میلیمتر باید بین دیوارهای ریشه و در واقع پست ریختگیمون سمان اونجا رو پر کنه. این پست ریختگیمون هیچ تماس پیشرسی با دیوارهای کانال نخواهد داشت. فاکتور بعدی که در واقع توی روت فرکچر مؤثر هست جنس متریال پستمون هست. همه این در واقع مضراتی که برای پست ریختگی میگن دلیلش اینه که میگن این پست مدولوس آف الاستیسیتش خیلی بالاست، خیلی ریجیده، مقدار فلکسیبیلیتی این پست با بافت دندون خیلی متفاوته، خیلی اینا فاصله دارن با هم، به همین خاطر میزنه میشکنه. در آینده کار کنین پستای MPG رو بهتون لابراتوارا پیشنهاد میدن، اونها هم متریال مناسبیه، در واقع شناسنامه خودشو داره، ترکیب شیمیایی خاص خودشو داره، یه مقداری مدولوس آف الاستیسیتش کمتر از پست ریختگیه، یه مقداری ریجیدیتیش کمتره و ریسک روت فرکچر رو کاهش میده. انشالله در ادامه وارد بازار کار بشین. خیلی از همکارا بهتون فایبر پست رو پیشنهاد میدن، تو کنگره های ترمیمی میریم فایبر پست رو بهتون پیشنهاد میدن. این ماده خواص مکانیکیش تقریبا مشابه کامپوزیته و خیلی نزدیک به عاج دندونه. در واقع منطقشون هم اینه، میگن چون این ماده مدولوس آف الاستیسیتش خیلی پایینه، مشابه بافت دندونه، این توانایی رو نداره که بزنه بافت دندون رو بشکنه. در واقعیت هم همینه، وقتی فایبر پست استفاده میکنی هیچ وقت ریشه دندون نخواهد شکست، ولی اتفاق بعدی که میفته خود فایبر پسته میشکنه. فایبر پست هم شکست دیگه، خارج کردنش از داخل کانال امکان پذیر نیست. امکان این نیست که شما فایبر پست رو خارج کنی و بری دوباره برای دندون پست ریختگی بسازی، عملا دندون کشیدنی میشه. یه اندیکاسیون خیلی مهم، یه ریکوایرمنت خیلی مهم برای استفاده از فایبر پست اینه که فرول 360 درجه داشته باشی.
زمانی که میخوای از فایبر پست استفاده کنی دور تا دور همه نواحی با 360 درجه 2 میلیمتر فرول داشته باشی که شما میدونی منم میدونم که این در واقعیت عملا اتفاق نمیافته یا لااقل خیلی کم اتفاق میافته. یعنی دندونی باشه فرول 360 درجه داشته باشه اصلا احتمالا نیاز به کرون فول کاورج نخواهد داشت. یه بیلداپ بذاری، یه ترمیم بیلداپ بذاری، ترمیم دوم خواهد داشت. پس تو دندونایی که تخریب زیاد دارن ما مجبوریم بریم به سمت پست ریختگی. و فاکتور بعدی و آخرین فاکتور و مهمترین فاکتور داشتن فرول هست. یعنی زمانی که میخوای پست ریختگی بسازی دور تا دور دندونمون ما 2 میلیمتر الی 3 میلیمتر باید نسج طبیعی دندون داشته باشیم. یعنی لبه های کرونمون بیا دور این دندونه بشینه. حالا نیروهای فانکشنال وارد میشه، این نیروها به دیواره های طبیعی دندونمون وارد میشه و از طریق اونا میره به پریودنشیوم وارد میشه، منتقل میشه و عملا این نیروها به پست ریختگیمون منتقل نمیشه. حالا شما فرض کنید همه این دیواره ها کوتاه بود، ما یه پست ریختگی داشتیم، همه مارژینامون هم روی پست ریختگی بود. یعنی چی؟ یعنی همه در واقع دیواره های دندونیمون مشابه این دیواره لب به لب لثه بود. ما پست رو میسازیم، استفاده میکنه مریض، بعد 5 ماه 6 ماه یا این پسته در میاد یا ریشه ها خواهد شکست. دلیلش اینه که همه نیروهای فانکشنال دقیقا تو همین حالتی که من دارم این حرکت رو میدم، ولی حالا با اشل کوچیکتر در حد میکرون. همه این نیروهای فانکشنال میره به دیوارهای ریشه منتقل میشه و به دیوارهای خود پست منتقل میشه. حالا 2 تا اتفاق میفته. اگه دندونپزشک خوشحال باشه، خوش شانس باشه، این پست کنده خواهد شد، مرتب هم کنده میشه. یعنی هر 3 ماه کف دست مریضه میاد میگه در اومده برام بچسبون. یا اینکه در واقع بدترین حالت دیوارهای ریشه از هم میشکنه. پس این 2 میلیمتر نسج طبیعی یک الزام خیلی مهم هست برای ساخت پست. دندونی فرول نداشت عملا قابل رستور کردن نیست، قابل بازسازی نیست. باید یا بره سیل کنه اون فرول رو ایجاد کنه یا اینکه دندون اکس بشه. هیچ در واقع اندیکاسیونی برای بازسازی دندونی که فرول نداره وجود نخواهد داشت. اینا یه خلاصه‌ای بود از فاکتورهایی که در کنار در واقع استفاده از کاستینگ پست باید رعایت کنیم تا در واقع بدترین اتفاق و مهمترین عیبی که برای پست‌های ریختگی همه همکارا در واقع ذکر میکنن رو کاهش بدیم، ریسک روت فرکچر رو کاهش بدیم. خب حالا میخوایم پستی که از لابراتوار اومده رو روی دندون بنشونیم. بهترین لابراتوار هم که پستو بدین، این پسته خودش فی‌البداهه نمیره سر جاش بشینه. میبینید شما پترن تو ساختی، همه چیز فیت بوده، خوب بوده، حالا پست که میاد میخوای داخل دندون بشینی با یه همچین صحنه‌ای مواجه میشی. باید این پست رو آروم آروم بنشونی. یکی از دلایلی که در واقع این پست نمیره بشینه اینه که توی جلسه قبل که پترن آکریلی بوده شما راحت میذاشتی برش میداشتی، مشکلی هم توی نشست پستت نداشتی. دلیلش اینه که اون پترن آکریلیه منعطف بوده، داخل آندرکات میرفته مینشسته بلند میشده، مشکلی هم نداشته. ولی پست ریختگی از جنس فلزه و ریجیده، کوچکترین آندرکاتی وجود داشته باشه چه داخل پالپ چمبر چه داخل ریشه این پست نخواهد نشست. که حالا تو این مرحله دیگه اجازه نداری از دیوارهای دندونیت بزنی، باید آندرکات رو حدودی تصور کنی کجاست، از دیوارهای پستت بزنی. عامل بعدی اینه که زمانی که این پست کاستینگ میشه پست یه مقداری اکسپنشن میده، فلز دیگه، ببخشید یه مقداری شرینکیج میده، پست جمع میشه.
و توی یه سری از نواحی با دیوارهای دندونی تداخل خواهد داشت که اونها رو باید پیدا کنی و توی دیوارهای پستت ریلیف کنی تا پستت بره بشینه. مسئله بعدی، ممکن رو دیوارهای بافتی پستت ندول داشته باشی. یه چیز خیلی ساده و روتین که ممکن از چشم در بره و اون ندول اجازه نشستش رو نده. و آخرین مسئله اینه که همزمان که داری پانسمان برمیداری یه تیکه پانسمان بیفته داخل ریشت، داخل کانال بیفته. شما متوجهش نیستی، هرچی پست رو میشونی تلاش میکنی بشینه، میبینی که پست بالا وای میسته. دلیلش اینه اون پانسمان رفته اون ته و در واقع انتهای کانالت پک شده. اولین کاری که میکنیم اینه که با یه پیزوی شماره 1 یه دور فقط پیزو رو به طول میبری، یه مختصری هم به دیوارهای کانالت میکشی، خیلی کم. هدف چیه؟ هدف اینه که فقط داخل کانالمون تمیز بشه، براده های آجی نباشه، تیکه های پانسمان هم نباشه. حالا بقیه در واقع اصلاحات رو باید روی سطح بافتی پستمون انجام بدیم تا این پست بره بشینه. من فقط یه نکته دیگرم اینجا اضافه کنم. زمانی که پانسمان تو برداشتی با آینه قشنگ داخل پالپ چمبر تو چک میکنی، مخصوصا تو دندونای مولر. قشنگ نگاه میکنی تیکه پانسمان نمونده باشه. مولرهای فک پایین تو دیوارهای باکالش که در واقع دید مستقیم نداری ممکنه تیکه پانسمان مونده باشه. شما با دید مستقیم اینو پیدا نمی کنی مگر اینکه آینه بندازی کامل داخل پالپ چمبر رو چک کنی. هر جا اضافات پانسمان مونده بود اونم برمیداری تا با نشست پست تداخل نکنه. سطح بافتی پست رو میاری زیر نور، قشنگ چک میکنی. حالا این پست آقای شهرکی زحمت کشیده و خیلی شسته رفته و خوب کستینگش کرده. پستایی که از لابراتوار میاد معمولا ندول داره سطح بافتیش. اون ندولا رو زیر نور پیدا میکنی، با یه فرز فیشور کوتاه، فرز شماره 8 یا شماره 10 اونا رو برمیداری. الان اگر ببینین اینجا ما یه دونه ندول داریم که من اون ندوله رو خیلی آروم برش میدارم. این ناحیه بود. کار بعدی که میکنیم زمانی که پست کستینگ میشه روی سطح بافتیش یه لایه اکسید ایجاد میشه. تفاوت این قسمتی که مولت خورده رو با این قسمت قشنگ متوجه میشید دیگه. اینجا مولت خورده، لایه اکسیدش برداشته شده، اینجا مولت نخورده. این تیکه رو لابراتوار دست نمیزنه، میذاره بر عهده خود پزشک که با اون دانشی که داره آروم آروم لایه اکسید رو برداره. ما یه لایه خیلی نازک در واقع از سطح بافتی میتراشیم. این لایه اکسیده برداشته میشه. این برداشته در حد 0.5 میلیمتر. یکی از نواحی که خیلی ممکنه با نشست تداخل کنه این دیوار است که با این دیواره دندونی تماس پیدا خواهد کرد. اگر تو این دیواره پالپ چمبر آندرکات داشته باشی متناظرش توی دیواره پستت برجستگی خواهی داشت و این برجستگی مانع نشست میشه.
باید تصور در واقع 3 بعدی داشته باشی. این برجستگیه رو توی سطح بافتی پستت پیدا کنی و یه مقداری ازش بتراشی که مال من اینجا میشه. خب هی مرحله به مرحله چک میکنیم ببینیم که نشستمون بهتر شد یا نه. خود پست رو هم، قسمت پست داخل کانال هم چک میکنی. تو بعضی از در واقع کانالایی که آماده سازیش تو مرحله اندو لجی چیزی اتفاق افتاده، ممکنه خود کانال آندرکات داشته باشه. تو مرحله پست پترن رزینی مشکلی نداشتی، اما حالا که تبدیل به فلز شده این نمیشینه. اگر داخل خود پست هم آندرکات داشتی، اون آندرکات رو باید آروم بگیری. یه آندرکات کوچیک من اینجا داشتم، توی این قسمت 1/3 آپیکالی پست داشتم، همونو برداشتم. اینقدر نشست پسته بهتر شد، تقریبا 3 میلیمتر کامل نشست. اما هنوزم اینجا رو اگر نگاه کنید، اینجا ما گپ داریم. باید یه مقداری آماده سازی ها بیشتر بشه تا این پست هم نشستش بیشتر بشه. ما مرحله پیش راجع به ورتیکال استاپ صحبت کردیم. گفتیم اول از همه این پستمون باید در واقع همه سطح اوکلوزال آماده سازیمون رو بپوشونه، کامل بیاد روی دندون رو بگیره، یه استاپ ورتیکال برامون ایجاد کنه. حالا زمانی که پست کستینگ هم شده، از این 3 تا دیوار، ما الان تو این دندون تقریبا 2 تا دیواره داریم که پستمون روش تماس داره، ورتیکال استاپ داریم. حداقل 2 تا دیواره این پستمون کامل باید با بافت دندونیمون تماس داشته باشه. این پسته اگر بالا وایسته، مثلا تو این حالت وایسته، عملا ما ورتیکال استاپ نداریم. باز هم همه نیروها منتقل میشه به دیوارهای ریشه. 2 تا دیواره، 1 یا 2 تا دیواره با در واقع دیوارهای دندونیمون تماس کامل داشته باشه، بهمون ورتیکال استاپ میده. حالا چشمی چک میکنیم. ما تقریبا اینجاها یه تماس پیشرست داریم که نمیذاره پستمون بیشتر از این بره پایین. توی دیوارهای دندونیمون هم همونو پیدا میکنیم، یه مقداری ریلیف میکنیم دیوارهای پستمون تا این نشسته بیشتر بشه. خب این پست ما تقریبا کامل نشسته.
این دیوارش نشسته، دیواره اوکلوزالش نشسته، دیواره جنجیوالمون هم نشسته. اینجا ما یه گپ داریم که احتمال میدم اون در واقع آکریلی که مرحله دوم اضافه کردیم آکریل نازکی بوده و زمانی که فلز میخواسته تزریق بشه این ناحیه رو پر نکرده، این ناحیه کستینگ نشده. حالا این گپه خیلی زیاده، ولی ما گپ های نصف این تقریبا 1 میلیمتر این باشه، به شرط اینکه یه ورتیکال استاپ خوب داشته باشیم، اون 3 تا دیواره دیگه همون کامل تماس داشته باشه، این گپه برامون مشکل ایجاد نخواهد کرد. به شرطی گپ ناشی از عدم تزریق فلز باشه، یعنی اون 3 تا دیواره دیگه کامل نشسته باشن. گپه به خاطر در واقع بالا وایستادن پست نباشه. حالا میریم برای سمان کردن پستمون. کاری که تو کلینیک انجام میدی، یه رول پنبه باکال میذاری، یه لینگوال میذاری، دندونتو ایزوله میکنی، داخل کانالت رو هم کامل با پیپرکون خشک میکنی. غیر از اون هر چقدر پار بزنی داخل کانالت خشک نخواهد شد، ایزوله نخواهد شد. تکنیک های مختلفی وجود داره برای در واقع بردن سمان به داخل کانال. یکی از تکنیک های اینه سمان رو که مخلوط کردی با یه اسپاتول یه مقداری در واقع میذاری داخل پالپ چمبرت، دور پست ریختگیت رو هم آغشته میکنی و مینشونی داخل کانال. یه تکنیک در واقع عیبی که داره اینه که دستکش یه مقداری به سمان آغشته میشه و ممکنه دیوارهای داخلی کانالت رو هم کامل سمان پر نکنه. تکنیک دوم اینه که معروف به تکنیک لنتولو. یه مقدار سمان مخلوط میکنی میذاری داخل پالپ چمبرت، یه بار لنتولو رو میزنی، سمان پوش میشه میره داخل کانال، همه دیواره های داخل کانالت با سمان آغشته میشه و مطمئنی که همه دیواره ها، همه اون فضاهای خالی، همه سطح پستت با سمان سیل شده. بعد از اون هم دیگه نیازی به آغشته کردن سطح پست نیست، پست رو می‌نشونی راحت داخل کانال. مزیتش اینه که مطمئنی همه دیوارها به سمان آغشته شده، کثیفکاری نداره، دستکشت آلوده نمیشه به سمان و مطالعات نشون داده که میزان ریتنشن پست هم زمانی که از لنتولو استفاده میکنی افزایش پیدا میکنه. خب برای مخلوط کردن سمان درصدش رو دیگه همتون میدونین، یه پیمان پودر، 2 قطره مایع. اینا رو زمانی که با هم مخلوط کنی به اون قوام مطلوبت میرسی. این هم 2 قطره مایع. به جای اینکه مایع رو به سمت پودر ببری، پودر رو به سمت مایع میبری و شروع میکنی به میکس کردن. تکنیک درست میکس کردن چیه؟ شما فکر کن یه مقداری آب داری، میخوای براده های شیشه رو داخلش حل کنی. آروم آروم اینو دپ میکنی، اسپاتول رو روی در واقع مایعت، هرچی میگذره میبینی این پودرها داخل مایع حل میشه. من اسپاتولم با این نوک شیش کاری نمی کنم چون مقدار حل شدنش رو کاهش میده با بغلای اسپاتوله. هنوز هم میتونم بهش پودر اضافه کنم. تو مرحله آخرم همه سمانا رو با اسپاتول جمع میکنی، از روی اسلب و روی اسپاتولت نگه میداری. من لنتولون رو سریع بذارم.
خب گفتم یه مقداری سمان رو با اسپاتول برمیداری، میذاری داخل پالپ چمبرت، روی این دیواره های اوکلوزال هم میاری، یه دور لنتولو میزنی، همش رو پوش میکنه داخل کانال. الان همه دیواره هات آغشته به سمانه دیگه. خود پستت هم نیاز نیست که آغشته کنی به سمان، مینشونی سر جاش، اضافاتش میزنه بیرون. فقط یه دیواره ما داشتیم که گپ داشت، اینجا بود، یه مقداری میتونی بعد خودت با اسپاتول اینجا رو سمان اضافه کنی. حالا یه مقداری صبر میکنیم سمان به حالت پلاستیکی برسه و بعد از اون اضافاتش رو با نوک سوند برمیداریم. نیازی به استفاده از رول پنبه هم نیست که سمان پخش بشه. فقط زمانی که میخوای پستتو بنشونی باید یه دیواره رو برای خودت معیار قرار بدی. قبل از نشوندن پست اونجا رو چک کن، با سوند میبینی گپ نداره. بعد از در واقع نشوندن پست هم همون دیواره رو چک میکنی، همون حالت باشه. مطمئن شی که پستت بالا وای نستاده، درست نشسته پستت. تا سمان ست میشه من این توضیح رو بدم. زمان که میخوای از تکنیک لنتولو استفاده کنی باید حواست باشه همه وسایلت آماده باشه. لنتولو تو گذاشته باشی، نرست کنار دستت آماده باشه، دندونت ایزوله باشه، پستت خشک باشه. یعنی سمان که مخلوط شد تا زمانی که اون قوام مناسب رو داره بذاری داخل دندون، لنتولو بزنی و پستتو بنشونی. سمان از یه حدی قوامش بیشتر بشه، مثل این چیزی که الان اینجا داری میبینی، توی این مرحله که برسه ممکنه با نشست کامل پستت تداخل کنه و پستت بالا وایسته. توی تکنیک لنتولو فقط یه مقداری باید سرعت عملت بالا باشه. خب سمان ما به اون مرحله‌ای که میخواستیم رسید. من بازم تاکید میکنم کماکان دندون ایزوله است. حالا با یه نوک سوند اضافات سمان رو راحت برمیداری. این پروسه سمنتیشنمون تموم شد. حتی یه ذره هم دستکش من به سمان آغشته نشد. اینا شاید الان خیلی چیزای جزئی باشه ولی تو بالین مریض که کار میکنی باعث میشه آدم کلافه بشه، عصبی بشه. هرچی دور و برت به هم ریخته بشه، شلوغ بشه، تمرکزت میاد پایین. ولی زمانی که وسایلت تمیز باشه، دستکشت تمیز باشه، تمرکزت بالاتره، سرعت عملت هم میره بالاتر. و اتمام پروسه سمنتیشنش.